سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم با همدیگه بیکن مرغ درست بکنیم به سبک ارمنیای عزیزمون. محلی هاشون به این سبک درست میکنن و منم از یک دوست ارمنی که داشتیم زحمت کشیدم و به هم این آموزش رو دادن، یاد گرفتم. سبک های مختلفی داره، روش های مختلفی داره که درست میکنن. این یکی از اون مدلاشه که درست میکنن که یعنی تو هوای آزاد اجازه میدن که خودش خوش بشه به صورت طبیعی بدون دخالت هیچ چیزی. یه مدل دیگه هم هستش که به صورت ادویه خیس انجام میشه و میتونید شما دودیش بکنید، میتونید به صورت عادی باشه. حالا این یه مدلشه. مناسب انواع مزه ها، یعنی شما کنار انواع نوشیدنیاتون میتونید ازش استفاده بکنید. خیلی عالیه، خیلی طعم به خصوصی داره. مطمئنم یعنی این طعم و این سبک رو تا حالا جایی امتحان نکردین و اگر تستش کردین مشابه اینو 100% کارخونه‌ای بوده، دستی و چیزی که خودتون درست کردین نه. آموزشش خیلی راحته، یعنی شما با یک بار میتونید این کار رو انجام بدین. چیزی هم که میخواید حتما در میاد، نگران این نباشین که نشه. تهش اینه که این یک بار نهایتا خطا میکنین، سری بعد حتما به این نتیجه دلخواهتون میرسین. اون نکته ها که میگم رعایت بکنین، حتما به اون نتیجه که میگم بهش میرسین و یه کیفیت و یه بافت خیلی خوبی هم داره. ببینید، نه خیلی خشکه نه خیلی آبدار، نرم بافتش به این صورته. طعمش هم عالیه. کنار نوشیدنیتون بخورین، یاد منم باشین، کیف کنید. بریم آموزش ببینیم. خب ما اینجا ببینید، دقت کنید، نمک داریم برای پوشش اولش. خب یعنی به اندازه ای که کف ظرفمون رو بخواد بپوشونه، بسته به تعداد مرغتون. اگر حجم مرغتون بیشتره، خب یه ظرف بزرگتری انتخاب میکنید، اگر نه کمتره یه ظرف کوچیک‌تر. من چون الان اینجا برای آموزش استفاده میکنم، از یک تکه مرغ استفاده میکنم و تا مراحل بعدیش پیش بریم ببینیم چه کف ظرف ما اومدیم، نمک ریختیم، حالا شکر ببینید به این اندازه، یعنی 2 قاشق چای خوری یا مربا خوری، بیشتر اضافه بهش نمی‌کنم. به این ترکیب اینقدر اضافه می‌کنیم ما. مرغمونو به همین شکل میذاریم روش. خب حالا چیکار میکنیم؟ ما نمک بعدی رو میایم روش قوطه‌ور میکنیم کاملا. درسته نمک زیادی میبره ولی اصلا مهم نیست، چون تمام اینا ما لازم داریم. مجدد روش مقدار شکر می‌ریزیم. این برای لایه دومیه. به این شکل. خب حالا در ظرف رو میبندیم، میذاریم به مدت 2 تا 3 روز به سردترین قسمت یخچال میمونه. بعد ادامه‌شو میگیریم. خب من این 3 روز گذاشتم داخل یخچال موند، کاملا آب انداخته، آب داخل بافت بود کاملا خارج شده. میشوریم تا اون نمک‌های اضافهش از بین بره. کاملا بعد از سوختشو میایم لای دستمالای حوله‌ای خشکش میکنیم تا کاملا آبش گرفته بشه. تو این مرحله بعد از اینکه کاملا اینو ما خشک کردیم، میایم یه ترکیب ادویه داریم که حتما اینو من براتون مینویسم که ترکیباتش چی هستش
با اون ترکیبات ادویه مرینیتش میکنیم و با نخی که بهش وصل کردیم، متصل کردیم و وسط بافت گوشتمون عبور دادیم آویزون میکنیم توی بالکن خونه یا یه گوشه خونه که جریان هوا عبور داره ازش، یعنی هوا توش رد و بدل میشه. ما اینو میخوایم با با جریان هوا خشک بشه. من اینو جلوی پنجره آویزون کردم. حالا شما میتونید همین کارو بکنید یا توی بالکن آویزون بکنید. بذارین 1 هفته بمونه. بعد از 1 هفته به این شکل کاملا آماده مصرفه. میتونید برش بدین، بعد یا میتونید اگر دلتون بخواد میتونید یک کمی هم تفتش بدین، ولی خب من اینجوری خامش رو به همین ترتیب و به همین شکل میبینید بیشتر دوست دارم. کنار مزه هاتون میتونید استفاده بکنین، کنار دورچین غذاهاتون میتونید استفاده بکنین. اگر دلتون بخواد ابتدای کار میتونید به جای اینکه این طعم شوری آخرش که خیلی دوست ندارین، ترکیب شکرش رو یه مقدار بیشتر بکنید. امیدوارم که لذت برده باشین. هر نظر انتقادی هم که دارید بهم بگین.